سلام همه شما همراهان عزیز هویجی، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویج. 12 تا از قوی ترین سلاح‌های نظامی دنیا. امروز بهتون می‌خوایم اسلحه‌هایی رو نشون بدیم که از دیدنشون تعجب می‌کنید اگه وحشت نکنید. هر کدام از اینا واسه خودشون قوقایی به پا کردن. خب بریم که شروع کنیم. شماره 1 با یوران 9 UPD آشنا میشید. یوران 9 یک تانک کنترل از راه دور 10 تنیه که 4 موشک ضد تانک، توپ 30 میلیمتری، 12 راکت شعله افکن و یک مسلسل داره. یه تعدادی از این ربات‌ها میتونه یه منطقه چند کیلومتری رو شناسایی و پاسداری کنن. اونقدر زره قوی داره که نیروی انسانی و سلاح‌های کالیبر کوچیک هیچ کاری نمیتونن در برابرش بکنن. این نفربر زرهی کنترل از راه دور ساخت شرکت آلمانی راین متاله که به سربازا کمک میکنه تا وسایل شخصی، سلاح‌ها، مهمات و چیزهای دیگه‌شون رو تا وزن 600 کیلوگرم رو تو جاهای صعب العبور حمل کنن. شماره 2 بمب‌های خوشه‌ای. بمب‌های خوشه‌ای ترسناک‌ترین بمب‌های هوایی تاریخن. هر بمب مقدار زیادی مهمات داره. یکی از این بمب‌ها با نام CPU-58 650 بمب کوچک رو تو خودش داره. به اندازه توپ بیسبال. وقتی این بمب از یک هواپیما انداخته بشه تو هوا باز میشه و 650 بمب کوچیک به زمین میفته. در اثر برخورد با زمین هر بمب 279 تیکه ترکش تو شعاع 300 متری پراکنده میکنه. این بمب ظرف چند ثانیه میدانهای مین ایجاد میکنه. هر بمب 450 کیلوگرمی، 432 ضد تانک و 132 مین ضد نفر داره که وقتی رو زمین میافتن تا 40 روز فعالن. این بمب‌های خوشه‌ای توی 108 کشور جهان ممنوع شده. شماره 3 AK630M2 دوئت، سلاح فول اتوماتیک چرخان روسی که میتونه هر هدفی رو توی فاصله 5 کیلومتریش نابود کنه. این سلاح مجهز به ضد کشتی هم هست و با شلیک 1000 گلوله در دقیقه سریعترین توپ شلیک کننده روی زمین و شلیک شبیه شعله‌های آتیشه. اصلا سرعت آتش این سلاح باور کردنی نیست. خب اگه تا اینجای ویدیو با ما بودید پس حتما از این ویدیو خوشتون اومده، پس اونو لایک کنید و نوتیفیکیشنش رو هم روشن کنید که هیچی از کانال هویج از دست ندید. شماره 4 خب میرسیم به مینیگان پروفنس M134 آمریکایی که تنها مسلسل دنیاست که میشه از راه دور هدایتش کرد. این مینیگان با شلیک 6000 گلوله در دقیقه دارای بالاترین میزان شلیک بین مسلسل هاست و چنین دیواری از صبح به این معنیه که نزدیک شدن به 1 کیلومتریش هم تقریبا غیر ممکنه. شماره 5 یک سلاح روسی دیگه است به اسم باسشن پی که سریعترین سیستم موشکی ساحلیه. 30 تا از اونا میتونن از کل نوار ساحلی آمریکا رو پوشش بدن. باسشن پی مسلح به موشک کروز ضد کشتی اونیکس پی 800. موشک ستونی 8 متری میتونه به هدفهایی تا فاصله 350 کیلومتری بخوره. کلاهک 300 کیلوگرمیش میتونه یک کشتی بزرگ رو تیکه پاره کنه. سرعتش مافوق صوت و حدود 3200 کیلومتر بر ساعته. شماره 6 S400 قدرتمندترین سیستم موشکی ضد هوایی دنیاست. این موشک میتونه هر هدف هوایی از جمله موشک بالستیک و هواپیمای مافوق صوت پنهانکاری رو نابود کنه. اما حتی زیرکون که سریعترین راکت توی دنیاست و سرعتش 3 کیلومتر در ثانیه است و تو 4 ساعت میتونه دور دنیا کامل پرواز کنه، برای فرار از دست S400 شانسی نداره و خیلی کنده. فقط 2 تا 3 ثانیه طول میکشه تا S400 تموم اهداف رو توی شعاع 600 کیلومتری و ارتفاع 100 کیلومتری قفل کنه و بعد موشک‌های هدفیابیش آماده حمله میشن. شماره 7 TOS-1A
سیستم راکت انداز چندگانه قدرتمند و ترسناکترین راکت انداز توی دنیاست. این تانک 24 راکت 220 میلیمتری داره، میتونه تو 6 ثانیه زمینی حدود 40,000 متر مربع رو که به اندازه 4 تا زمین بیسبال رو موشک بارون کنه. راکت‌های ترموبریک مثل اسپری که آتش گرفته و منفجر شده تو منطقه پاشیده میشن. در اثر این انفجار دمای هوا به 1000 درجه میرسه که باعث میشه سوخت در تجهیزات دشمن خود به خود آتیش بگیره و وسایل نقلیه‌شون حتی اگه ترکش بهشون نخورده باشه نابود شن. اما برد این راکت انداز 6 کیلومتره. شماره 8. اگه دشمن تو فاصله دورتری باشه، نوبت به راکت انداز شماره 8 مون یعنی اسمرچ 9K5 که قوی ترین و دوربردترین راکت انداز دنیاست میرسه. این راکت انداز میتونه اهداف رو تو فاصله 120 کیلومتری بزنه و با 12 راکت 300 میلیمتری پر میشه و توی 38 ثانیه تمام راکت‌ها رو شلیک و منطقه‌ای به اندازه 67 زمین بیسبال رو گلوله بارون میکنه و میتونه 54 کیلومتر مربع رو ظرف 38 ثانیه واقعا نابود کنه. شماره 9. سیستم توپخانه آرچر که سریع‌ترین سیستم توپخانه دنیاست. فقط 23 ثانیه طول میکشه تا توپ 155 میلیمتری بچرخن و اولین توپ شلیک بشه و تو 1 دقیقه و 14 ثانیه آرچر تو حالت آمادگی 3 شلیک قرار میگیره و دوباره میتونه شلیک کنه. در این حال که توپ شلیک شده تو مسیر رسیدن به هدفش، آرچر میتونه به جای دیگه‌ای بره و توپ دیگه‌ای پرتاب کنه که با این کار ردگیریش رو عملاً غیر ممکن میکنه. به محض اینکه در حالت آماده باشه میتونه 8 گلوله در دقیقه شلیک کنه. شماره 10. زیردریای اوهایو که 24 راکت 13 متری ترایدنت 2D اینچ داره و 288 کلاهک هسته‌ای داره. هر موشک 12 کلاهک هسته‌ای داره. هیچ زیردریایی توی دنیا وجود نداره که اینقدر سلاح هسته‌ای داشته باشه. برد پروازی موشک‌ها 11300 کیلومتر که برای شلیک به هر جایی از زمین کافیه و از عمق 30 متری دریا میتونه موشک‌ها رو رها کنه. آمریکا 14 تا از این زیردریایی‌ها داره که جمعاً 336 موشک و 4032 بمب هسته‌ای میشه. شماره 11. موشک‌های قاره‌پیمای چند کلاهکی. یکی از موشک‌های بالستیک هسته‌ای بیشتر از یک کلاهک دارن. یک راکت میتونه 14 بمب هسته‌ای بندازه. وقتی موشکی به ارتفاع 100 کیلومتری میرسه، کلاهک‌ها آماده میشن و با دقت بسیار زیادی به هدف میخورن. مثلا موشک RC بولاوا 10 کلاهک هسته‌ای داره که 10 برابر قوی‌تر از بمبیه که در هیروشیما انداخته میشه. شماره 12. و نوبت میرسه به آخرین و قدرتمندترین سلاح روی زمین که موشک بالستیک RS-28 سارمارت. این موشک بزرگترین و دوربردترین موشک بالستیک قاره‌پیمای دنیاست. قد این موشک به اندازه یک ساختمان 10 طبقه یعنی 35 متر، وزن راکت 200 تن و پهناش به اندازه یک بوئینگ 737. این موشک میتونه از فاصله 18000 کیلومتری به هدف بخوره، اما همش نیست. RS-28 قوی ترین کلاهک‌های هسته‌ای رو داره که وزن هر کلاهک 1 تن و قدرت انفجارش 750 کیلوتونه. هر پرتاب میتونه 10 کلاهک هسته‌ای بندازه که هر کدوم 40 برابر قوی‌تر از بمبیه که توی هیروشیما انداخته شد. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو تو انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.